من همچون استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان که از سال 1972 قریب 50 سال می شود آموزگار شده کار میکنم. تمام مردم تاجیکستان، استادان، شاگردان، همکاران، آنهایی که امروز در تاجیکستان نیستند لیکن در دیگر دولت ها تاجیکستان را حرمت میکنند و با دیگرها معرفی میکنند، این روزی سید 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را تبریک میگم. و همه آنها سلامتی خواسته. البته برای تاجیکستان نسبت به دیگر دولت های سابق مشترک منافع این استقلالیت همچون نامد است. اگر ما گوییم که در بسیار حالت ها از صفر سر کردیم، یگان خطا نمی کنیم. در دیگر دولت ها این سابق استر تنگی بود، آسودگی بود، لیکن در ما جنگ گرجدنی شد که ما را اقتصادیات ما را چندین سال آخر به پرتافت. رحمت به پیشوای ملت، رحمت به تمام خلق تاجیکستان که با راهبری پیشوای ملت انا همین کمبودی های برطرف کردند و امروز تاجیکستان رو به ترقی گذاشته است، سطح زندگی بلند شد، شماره مکتب ها زیاد شد، جوانان، نورسان، این همش نشانه آن که ما تیج و آباد هستیم. البته علاقه اقتصادی سیاسی بین تاجیکستان با دیگر دولت های جهان امروز زیاد شد، نفت شد. بنابر همین هم ما امروز گفته میتونیم که ما رشد داریم، هم به خطری آذوقه‌واری، هم حاضر صنعت کنونی جمهوری که کارخانه های نو پیدا شده از حساب مصالح اشیای خام تاجیکستان آنها کار کرده ایستاده اند. این جای کاری نو، این علاقه های اقتصادی نو، چون ما میتوانیم محصولاتمون به مانند سمنت امروز چندین دولت ها از ما میخرند و فروش برآوریم. برای تمام مردم تاجیکستان در خطر آنها و همه آنهایی که تاجیکستانیان را دوست می‌دارند، حرمتشان می‌کنند، این روز استقلالیت دولت را تبریک گفته سلامتی به کارهایشان برگزیده خواهانم. السلام علیکم همکاران محترم. من نورماتوف عبدالرحمن، دوسنت کادر آب‌تامین‌کنی و رفع پرتابی. در عرفه 30 سالگی استقلالیت مملکت همتون را با این روزی تاریخی تبریک گفته در آینده برای هر یکتون صحت، سلامتی، موفقیت‌های کلان آرزومندم. شخصا کمینه در دانشگاه و من در ساحه معارف 51 سال کار کرده استم و چی پیشروی ها، چی تغییرات در مملکت شده است من گواهی آن می باشم و بسیاری میگویند که در دوام 30 سال استقلالیت دوشنبه و مملکتی ما تماما دیگر شده است و آینده مملکت درخشان است. پیشروی ساحه، پیشروی مملکت عموما اگر بینیم این تحت راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امالی رحمان می باشد. برای همتون صحت، سلامتی، خرسندی آرزومندم. هموطنان عزیز، شما را با عید استقلالیت وطن عزیزمان تبریک و مبارکباد نموده.